24 ایون سال 2023 قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی شهر دوشنبه آمادگی‌ها با نخستین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری. خیلی که ما دیده استودیم در این تالاری پرشکوه آمادگی‌های کارمندان فدراسیون برگزاری اولین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری در شهر دوشنبه رفته استوده است که این زمان تالار در حالت آماده باشی است. با دستگیری‌های به واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه رستم اومالی نصب چراغک‌های رنگ و لازم‌های برای دیواری که با نشاندادهای حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه، فدراسیون جهانی گشتینگیری، فدراسیون آسیایی و نشانداد اولین چمپیونات آسیا در دیوارها نصب گردیدند و جای نشست برای 25 داور با که تبچم‌ها و میزهای چوبین آماده دیدند. گلیم گشتینگیری باشد الکی آماده شد. همه این آمادگی‌ها برای در سطح بلند برگزار گشتن اولین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری میباشد. 25 ایون فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه ورود مهمانان و اشتراکچیان نخستین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری ادامه دارد. My name is Pei Hyung-sik. номи ман Heung-sik мураббӣ аз Корея ҳастам. хушбахтона дар нахустин чемпионати Осиё оид ба гӯштингирӣ дастаи Корея низ иштирок мекунад. дар ин мусобиқа беҳтарин паҳлавонони Осиё ҷамъ меоянд. фикр мекунам ки як мусобиқаи сатҳи олӣ баргузор хоҳад шуд. I am very happy. عضو شورای المپیک آسیا هستم. دعوت شدم اینجا برای ناظر بی‌طرف بین‌الملل برای کنگره‌ای که فردا قرار است برای کشتیگیری آسیا و تأسیس کشتیگیری آسیا در شهر دوشنبه اینجا شرکت کنم. الان من خیلی خوشحالم که این داره به سطح بین‌المللی میرسه و یک مراحلی هست، چون من در چندین رشته هستم الان، مراحلی هست که باید بره جلو و البته زادگاه این ورزش در آسیاست و چه خوب که اولین قاره‌ای که شروع به این کار میکنه آسیا هستش و ایشالله که بتونن اینو گسترش بدن در قاره‌های اروپا، پانامریکا، اقیانوسیه و آفریقا. اینچنین روز 25 ایون ساعت 17 در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی اوید به برگزاری نخستین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری دایر گردید. و سوالهای خبرنگاران دیرکتوری مسابقه عبدالله سعید خواجایف و سرداور کوروش خسرویار جواب گفتند. ششم ایون در شهر دوشنبه اولین کنگرسی کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیا اوید به گشتینگیری دایر گردید. بعد از ثبت فدراسیون جهانی کشتیگیری در سال 2022 در شهر زوریخ سوئیس، بر اساس آیین‌نامه این فدراسیون جهانی باید در 5 تا قاره جهان ما کنفدراسیون رو در واقع گشایش داشته باشیم و کشورهای هر قاره عضو کنفدراسیون اون رشته میشن و به صورت اتوماتیک رئیس کنفدراسیون هر قاره به عنوان وایس پرزیدنت فدراسیون جهانی انتخاب میشه. ما به جهت اهمیت و در واقع استقبالی که کشورهای آسیایی از این موضوع داشتن، اولین کنفدراسیونی که ما امروز انتخابات رو برگزار میکنیم کنفدراسیون گشتینگیری آسیا و اقیانوسیه هست. در اینجا اکسکلوزیو ممبر و در واقع استندینگ کمیتی دوتاش انتخاب میشه و به مدت 4 سال عهدهداری هایشون رو انجام بدن. و نخستین چمپیونات آسیایی و گشتینگیری که در شهر دوشنبه برگزار شده است
این نمودی ورزش رو در عرصه بین‌المللی معرفی نموده، آن را با سازمان‌های بلند ورزشی می‌بریم. نخست پرزیدنت فدراسیای گوشتنگیری تاجیکستان لایق بیگجانزاده همه مهمانان را به تاجیکستان خیر مقدم گفته ابراز نمود که تشکیل چمپیونات آسیا عاید به گوشتنگیری اولین قدم ها در سمت جهانی شوی گوشتین سنتی تاجیک بوده روند رشد و گسترش آن زیر توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار دارد. بعدا در جریان کنگرس رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پرزیدنت فخری کنفدراسیای گوشتنگیری آسیا و اقیانوسیا انتخاب کرده شد. اسفندیار خواجایف از تاجیکستان پرزیدنت کنفدراسیای گوشتنگیری آسیا و اقیانوسیا انتخاب شد. امیر صدیقی از جمهوری اسلامی ایران معاون اول، شمید فرمان از کویت، هایانگ سیگبای از کره نایبان پرزیدنت کنفدراسیای گوشتنگیری آسیا و اقیانوسیا انتخاب گردیدند. اینچنین با آوازدهی یکدلانه دیگر اعضایان کنفدراسیا انتخاب کرده شد. میناداری خود را به میزبانان و مهمانان و انتخاب کنندگان میرسانیم. در آینده نیت داریم گوشتین ملی تاجیکی که وطن اصلی آن تاجیکستان عزیز ما است باز هم در عرصه بین المللی خوبتر و بهتر معرفی نماییم. در آینده نقشه داریم که چمپیونات های آسیایی و نورسان جوانان کلانسالان و زنان برگزاری نماییم. کورس های آموزشی برای قاعده های گوشتنگیری برگزار نماییم و یک تک های گوشتنگیری، لباس های ورزشی، گلیم های گوشتنگیری و کتاب های قاعده های گوشتنگیری با زبان های تاجیکی، روسی، انگلیسی به فدراسیا تقدیم نماییم. Now this is the third time I visit Tajikistan. باری سوم است که به تاجیکستان میآیم. خیلی خوشحالم. تشکر به تاجیکستان و متصدیان و به همه دستاندرکاران این چورابینی. طور مشاهده میکنیم این مسابقه در سطح بلند برگزار شده ایستاده است. اکثر کشورهای آسیا میخواهند که در چنین سطح مسابقه های گوشتنگیری را دایر کنند. گوشتنگیری خیلی پیش رفته است. امیدوارم که از جمهوری تاجیکستان داوران و ورزشکاران خوب در این رشته میبرایند زیرا اینجا وطن گوشتنگیری است. به همه تشکر میگویم. We need everybody come for the Shengeri and thank you for everything. الحریزی المهری از کشور عمان است. باری اول است که در تاجیکستان قرار دارد. الاشتراك في أول مرة في لعبة المصارعة گوشتنگیری في طاجيكستان. ما باری اول در این مسابقه اشتراک میکنیم. گوشتنگیری یک ورزش زیبا است. در عموم هواداران زیادی خود را دارند. مصارعة المكابسة التقليدية ورياضات تقليدية في سلطنة عمان. امیدوارم که در مسابقه های آینده نیز دعوت میشویم. واشكركم واشكر جميع القائمين على البطولة. هفتم ایون در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی شهر دوشنبه نخستین چمپیونات آسیا عاید به گوشتنگیری برگزار گردید. رقابت‌های ورزشکاران ساعت 10 آغاز گردید. طی 100 نفر ورزشکار از 27 کشور آسیا در نخستین چمپیونات آسیا عاید به گوشتنگیری اشتراک داشتند. باعث افتخار است که امروز در اولین چمپیونات آسیا عاید به گوشتنگیری در شهر دوشنبه زیاده از 28 دولت‌های آسیا حضور داشتند که جمع ورزشکاران، مهمانان، داوران خارجی در یک جایگی زیاده از 126 نفر را در بر می‌گیرد.
گفتن نماند که از جانب محترم رئیس شهر دوشنبه برای هوسمند نمودن ورزشکاران خارجی و داخلی $80,000 آمریکایی یعنی که جدا کرده شد که گوشتن ملی گوشتنگیری این یکی از نمودهای ملی اجدادی ما میباشد که تاریخی بسیار اسرع خود را دارد و در عرصه بین المللی جوانترین فدراسیون بین المللی یعنی که به شمار می رود. علاقه فدراسیون جهانی گوشتنگیری یعنی که عمری 1 ساله دارد. سال گذشته در همین ماه فدراسیون همچون فدراسیون بین المللی ثبت نام کرد. در پس صحنه ورزشکاران کشورهای آسیا برای به میدان برآمدن آمادگی می گرفتند. از میان دیگر کشورها از همه بیشتر در این مسابقه ورزشکاران از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان آمده بودند. به گفته مربی دسته ازبکستان در چمپیونات نخستین آسیا عاید به گوشتنگیری از کشور آنها 12 نفر ورزشکار اشتراک دارند. Tojikiston viloyati kurashi bo'lgan go'shtingiri bo'yicha birinchi ما برای اشتراک در اولین چمپیونات آسیا گوشتنگیری آمدیم. در هیئت دسته ما 10 نفر ورزشکاران مرد و 2 نفر زن اشتراک دارند. امیدوارم که به نتیجه خوب نائل می‌گردیم. گوشتنگیری هم نمودی زیبای ورزش است. کورش ما با گوشتنگیری خیلی مانندی دارد. تنها در قانون قاعده ها اندک تفاوت دیده می شود. kurashimizga o'xshaydi, faqat qoidalar گوشتنگیران ما در چندین مسابقه ها اشتراک کرده، قاعده ها را از خود کرده، تجربه کسب نمودند. ما با نیت اشتراک ارزنده به این مسابقه آمدیم. albatta bu musobaqalarga yaxshi qatnashish niyatida kelganmiz. مسعود قوی‌بازو ورزشکار از جمهوری اسلامی ایران است. قبلا در مسابقه های گوشتنگیری اشتراک کرده غالبیت به دست آورده است. این بار هم با امید پیروزی به تاجیکستان آمده است. ما از ایران تشریف بردیم با آمادگی کامل برای اولین دوره مسابقات آسیایی کشتیگیری. همه بچه‌ها از آمادگی خوبی برخوردارن. ان شاءالله بتونیم توی مسابقات خوش بدرخشیم. حریف اول من از کشور هندوستان هستش. بسیارم از حریفای خوب و به نام کشور هنده. قبلا باهاش رقابت نکردم ولی اینجا در دور اول مسابقات آسیایی کشتیگیری رقابت میکنم. ایو انکویس ورزشکار هنگ کنگی پس از چند لحظه باید به میدان برآید. Hello, I'm Chris. I'm from Hong Kong. من کریس از هنگ کنگ هستم. چند سال است که در هنگ کنگ مشق گوشتنگیری میکنم. حالا بعد از چند لحظه به میدان میبرایم. خوشحال هستم که در این مسابقه اشتراک کرده ایستادم. برابری به میدان برآمدن ورزشکار هنگ کنگی شکست خورد و با همین اشتراکش در نخستین چمپیونات آسیا به پایان رسید. در گوشه دیگر ورزشکار افغان محمد فرید نظری برای به میدان برآمدن آمادگی می‌گرفت. احساس خوبی است. مقصد ان شاء الله مسابقه است یا برد و باخت داره. ان شاء الله کوشش میکنیم. آمادگی گرفتیم دیگه. خدا خودش آبروی بده دیگه. مقصد درباره حریف معلومات نداریم. قطعا تا وقت کشتی نگرفتیم دیگه. حالا این بعد میدان باز معلوم میشه دیگه. رقیب محمد فرید در دور نخست ورزشکار از سنگاپور بود که محمد فرید توانست که در مقابل او پیروز گردد. گوشتنگیری یک ورزش تاریخی سنتی تاجیکان جهان است. همونطور که تاجیکان جهان وارث یکی از مدنیت‌های ششگانه اولیه جهان بشریت است که آریانای کهن یا آریانای کبیر که پادشاهان تاجیکان مدنیت بزرگ از 5000 ایجاد کردند. یقینا در تاریخ 5000 ساله که آریانای کبیر تاجیکا یا پارتیان ها داشتیم که در اون زمان آسیای میانه، ایران، افغانستان و پاکستان احتوا میکرد. تاجیکان جهان قدرت بزرگ و میراث فرهنگی بیش داشتند که یکی از ارزش‌های تاریخی تاجیکان جهان گوشتنگیری است. خوشبختانه گوشتنگیری فدراسیون جهانیش با همت دولت تاجیکستان، رهبری تاجیکستان پایه‌گذاری شد. آرزو داریم که مانند دیگر آثار تاریخی تاجیکان جهان گوشتنگیری هم این یکی نماد فرهنگی تاجیکان جهان در دنیا گسترش پیدا بکنه و نمادی از هویت صلح، همپذیری و همدلی و دوستی تاجیکان با جهانیان باشه. میجان جومابایوف از جمهوری قزاقستان است. اصلا می در گوشتنی جودو تمرین میکند. از جمهوری قزاقستان همراه او 4 نفر ورزشکار دیگر به این مسابقه آمدند.
Это я из Казахстана, я дзюдоист и пришел на соревнования по гуштингюри. Перед выходом есть немножко волнения и настроен на победу. 5 спортсменов на каждом весе по одному. Это соревнование проходит по очень высокому уровню, проходит, да, очень хорошее. Хотим с сильными соперниками побороться. در مراسم افتتاح مسابقه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، نماینده‌های مقامات دولتی، مهمانان، ورزشکاران و مخلصان سرشمار اشتراک نمودند. در مراسم گشاده‌شوی نخستین چمپیونات آسیا عاید به کشتیگیری برآمد کنندگان تاکید نمودند که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر خصوصیت بین‌المللی گرفتن گشتین ملی کشتیگیری، معرفی نمودن نمادهای ملی ورزش در عرصه بین‌المللی به خصوص کشتیگیری و ساختارهای دخلدار جهت اندیشیدن تدبیرهای ضروری دستور و سفارش‌ها داده بودند. نتیجه همین تدبیرها بود که رسا یک سال پیش 22 ایون سال 2022 گشتین ملی کشتیگیری مقام بین‌المللی گرفت و در وزارت عدلیه شویتزاریا به قید گرفته شده صاحب سرتیفیکت بین‌المللی گردید. امام نظر خوشکوف رئیس فدراسیون گشتیگیری فدراسیون روسیه است. هرچند در این مسابقه ورزشکاران از فدراسیون روسیه اشتراک نداشتند، اما او به حیث ناظر در این چمپیونات اشتراک داشت. زیرا طبق نقشه ماه‌های نزدیک در نظر است که در فدراسیون روسیه نخستین چمپیونات جهان عاید به گشتیگیری دایر کرده شود. Сейчас первый чемпионат Азии по борьбе гуштингири. Россия туда не входит, но нас пригласили, чтобы мы посмотрели, как проводятся организационные моменты, чтобы на территории Российской Федерации провести первый Кубок мира по данному виду спорта. Я думаю, что данный вид спорта получит скоро очень массовое развитие, потому что ребята, допустим, грубо говоря, не реализовавшиеся или по какой-то причине не попавшиеся в сборную России, да, или где-то они смогли выступить на чемпионатах Европы или мира, то есть они могут спокойно себя проявить в борьбе гуштингири. Я, как и всегда, оцениваю мероприятие, это если в 10-бальной шкале 10+, потому что организация у Федерации Республики Таджикистан гуштингири на высоком уровне. Это от встречи гостей в аэропорту до размещения, и вот вы видите, то есть, я не знаю, если незрячим глазом здесь невозможно не увидеть, что здесь все на высшем уровне.
در این چمپیونات از جمهوری تاجیکستان 20 نفر ورزشکار اشتراک داشت. یعنی تقریبا از هر وزن 3-4 نفر ورزشکار در رقابت‌ها اشتراک داشتند. در یک گوشه نشستگاه‌های تالار مربی صدرالدین عابدوف همراه سابقه‌دار ساحه ورزش سیف علی حسین زاده برآمد پهلوانان تاجیک را مخلصی می‌کردند. امروز مسابقه آسیایی گذشته سال است. اولین مسابقه است. اولا پیش از همه افتخار میکنیم که ما سن سالمون الکی به 60 بالا گذشتیم که اولین بار در این مسابقه اشتراک میکنیم. دست پرورای ما اشتراک میکنن. سال ما خرسند هستیم از آن شخصایی که سهمگذاری همین چهاربینی شدن. این گوشتین سنتی ملی ما را در سطح جهانی برداشتن. البته این افتخاری خودی هر یک شخصی هموطنان ما هست و خصوص ورزشگران هست. البته ما مربیان ما ورزشگران باید حرکت کنیم که مثال پرچم جمهوری را در همین نمود گوشتین ملی سنتی ما دائما در صف پیش باشند. در تاجیکستان ما این گوشتین از قدیم همچون گوشتین ملی که عنعنه دارد. امروز با شکرانه همین بگم که محترم جناب عالی و میری شهر رستم امام علی که همین گوشتین ما را گوشتینی بگم مقام بین المللی گرفت. عبدالخلیف بوران و سیوزی چیا از مالزیا با شوق تمام برآمد ورزشکاران را تماشا می‌نمودند. آنها اصلا نماینده های گوشتینی کورش هستند. نیت دارند که در آینده فدراسیون گوشتینگیری را در کشورهایشان سازمان بدهند. And then I am very rigid appreciation to the من عبدالخلیف بوران هستم. با پرزیدنت فدراسیون گوشتینگیری برای تشکیل چنین یک چرابینی زیبا تشکر میگویم. خوشحالم که در اینجا هستم. طور مشاهده می شود مسابقه در سطح خیلی بلند برگزار شده ایستاده است. امیدوارم که گوشتینگیری در آینده در قطار بزرگترین مسابقه‌های سطح جهانی قرار میگیرد. My name is Susan Chia from Malaysia. I'm from the Malaysia. نام من سیوزین چیا از مالزیا هستم. برای اشتراک با این مسابقه دعوت شدم. در مالزیا و دیگر کشورهای آسیا گوشتینگیری به چنین سطح پیش نرفته است. در قسمت غربی آسیا که 9 کشور را در بر میگیرد، در هیچ کدام از این کشورها گوشتینگیری ورزشی عمومی نیست. اکثر اشتراکچیان این مسابقه که از منطقه ما به اینجا آمدند نماینده های گوشتینی کورش هستند. امیدوارم که در آینده گوشتینگیری را در بازی‌های آسیایی و بعداً در بازی‌های المپیک خواهیم دید. مسابقه از روی 6 وزن برگزار گردید. در 5 وزن مردان و در 1 وزن زنان بین هم خواه‌آزمایی نمودند. شامگاهان رقابت‌های نیمه‌نهایی و نهایی مسابقه برگزار شد. ورزشکار بانوی کشور ویتنام در زوها مقام سوم را صاحب شد. خوشحالم که از نخستین چمپیونات آسیا گوشتینگیری با کشورم به نتیجه بر نخواهم گشت. در اینجا من مقام سوم را به دست آوردم. فکر میکنم که این نتیجه خوب است. اینجا همه چیز خیلی عالی است. تشکر به تاجیکستان.
در رقابت فینالی میان بانوان ورزشگر بانوی تاجیک شاهیده قلندر و با ورزشگری مغولستانی گلسته گنبال وارد رقابت شدند که در نهایت بانوی مغولی در این رقابت غالب آمده مقام اول را صاحب شد. شاهیده قلندر و برنده مقام دوم و دو مقام سوم را ورزشگر ازبک هیلالا ارتیبایوا و ورزشگر از ویتنام دازوها به دست آورد. کشتیگیری نصیب گنبال گانسکسک مغولستان. من عنوان قهرمان آسیا را در گشتینگیری به دست آوردم. همه رقیبانم در این مسابقه قوی بودند. خوشحالم که در اینجا غالب شدن به من نصیب گردید. نشان زرین طلایی وزن 65 کیلو این دو پلنگ چنگال رو با هم می‌آورد و خلیفاєв برای اجرای عمل از شتربابن شکم می‌افتد. این بدن رو برای پهلوان ازبک هدیه می‌کنند. در وزن تو 65 کیلو پهلوانی تاجیک مولا رجب خلیفاєv با ورزشگری ازبکستانی ارتیون شتربابین در فینال بین هم رقابت کردند. هرچند در ابتدا ورزشگر ازبکستانی برتری را صاحب گردید، اما در نهایت با یک پرتافت زیبا پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفاєv رقابت را بر نفع خود انجام داده برنده مدال طلایی این وزن گردید. سر راستو بله آفرین هرمین حالتگی حلال است. بالاخره در اینجا خلیفاєv مولا رجب توانست که با یک امتیازی برنده خش نشان طلایی وزن 65 کیلو را از آن خود کند. دو مقام سوم را سردار خورموف از ازبکستان و حسن گارونی از ایران صاحب گردیدند. مقام سوم افتخاری به حسن گارونی از جمهوری اسلامی ایران، سردار خورموف از جمهوری ازبکستان طرفیاب گردید. ارتیوم شتربابین در این مقام جای دوم نصیبش گردید. مولا رجب خلیفاєv برنده مدال طلای اولین چمپیونات آسیا شد. این آگاهی بازپس گرفته شد. هیچ شکل برای آگاهی نبود. اولین بدن را برای نوروز هدیه میکنند. در رقابت نهایی وزن تا 71 کیلو ورزشگر ازبک چاری زویروف با پهلوان تاجیک نوروز کریمزاد هوا آزمایی کردند. در این رقابت ورزشگر تاجیک نوروز کریمزاد دست بالا گردیده برنده مدال طلا و پهلوان ازبک چاری زویروف برنده مقام دوم و مدال نقره گردید. مقام‌های سوم را ایلیاس سبزعلی از جمهوری اسلامی ایران و دولدومرات باشیموف از ترکمنستان صاحب شدند. منتخب کشتیگیری تاجیکستان نوروز کریمزاد اولین جایزه عالی و عنوان قهرمانی را به دست آورد. And the new Asian Championship became Navruz Karimzad from the Republic of Tajikistan. در رقابت فینالی از جمهوری همسایه‌مون ازبکستان غالب شدم و نگفتنمونم حریف پرقوت من امروز در واقعی نیم نهایی از جمهوری اسلامی ایران بود که من آخری سال 2022 در چمپیونات جهان اوید به گشتنی کوروش ازبکی در واقعی نیم نهایی در او باخته بودم و امروز توانستم خرسندانه او را مغلوب کنم و باز گفتنی هستم که میانتداری خود را به محترم رئیس شهر دوشنبه و پرزیدنت فدراسیون کشتیگیری لایق به اجازه‌ام رسانم که امروز با تشبث آنها کشتی ما تاجیکان بین المللی شد و ما امروز توانستیم چمپیونات آسیا گذرانیم. باز در ماه سپتامبر چمپیونات جهان داریم و حرکت میکنیم که همه وقت پرچم برداری دولت عزیز خود باشیم. حالت‌های نزدیکترین اصول رو انجام دهند. دیدید حالا در حال بدن و پهلوانی
یک تک سفید محمد هدیه می شود. در رقابت فینالی وزن تا 78 کیلو که میان پهلوان تاجیک رحمت الله بیگ فرهادوف و ورزشگر ایرانی محمدی بریمنالو ظاهر گردید، پهلوان ایرانی دست بالا گردید و چمپیون آسیا اوید به کشتیگیری شد. دو جای سوم را تویچی شریپوف از تاجیکستان و اسلانبek توجیوف از جمهوری ازبکستان صاحب شدند. Second place in this category got Farhod Rahmatullayev, the representatives from Tajikistan. محمدی برمانگولو از جمهوری اسلامی ایران در این وزن برنده مدالی طلا شد. من دومین دوره است که توی این سالن دارم مسابقه میدم. در تعطیلات نوروز هم موفق شدم مدال نقره رو کسب کنم. مسابقات خیلی سختی امروز هم دادم. 4 تا مسابقه پرفشار بود. طبیعتا مسابقات هرچه جلوتر میرفت سطحش هم بالاتر بود و مسابقه آخرم که فینال بود خیلی بهم فشار آورد و خدا شکر تونستم با شناختی که از حریف هم داشتم و آنالیزایی که مربیانم انجام داده بودن بتونم به نفع افزن مسابقه رو بر خودم به پایان برسونم. دومی بدن را برای حق نظر در رقابت فینالی وزن تا 86 کیلو پهلوانی تاجیک حق نظر نظروف با ورزشگر ازبک عمر بازاروف قوا آزمایی کردند که در نهایت ورزشگر تاجیک حق نظر نظروف غالب برآمد. دو جای سوم را ورزشگر قرقیز اسلبek اولو جمالبek و مسعود قوی بازو از جمهوری اسلامی ایران صاحب شدند. در این مسابقه که باری اول از چمپیونات آسیا از نماد کشتیگیری برگزار گردید، من با 4 حریف خود دست بالا شده سزاوار جایی اول شدم. مسابقه امروزه بسیار در سطح بلند گذشت. از همه رقیب سختی من این رقیب فینالی بود از جمهوری با ما همسایه ازبکستان که در طول 4 دقیقه ما اون را مغلوب کرد. من در آینده نقشه دارم که در فدراسیون روسیه شهر تور چمپیونات جهان از نماد کشتیگیری برگزار می‌گردد. من می‌خواهم در اون مسابقه برآمد نامزد پرچم دولت عزیزم را بلند بردارم. می‌نادرگی خود را به تشکیل کننده‌های همین مسابقه می‌رسانم. در رقابت فینالی وزن جمعی 86 کیلو که بین پهلوان شناخته ازبک محسن خسامدینوف و پهلوان ایرانی جواد مرادی دایر گردید، ورزشگر ازبک محسن خسامدینوف غالب این وزن گردید. جواد مرادی باشد جای دوم را صاحب شد. اولین دوره مسابقات آسیایی کشتیگیری بود که خیلی به سطح بالایی برگزار شد. حریفای خوبی از همه کشور آسیا اومده بودن و تونستم توی مسابقه مقام دوم کسب کنم. تشکیل مسابقه به بهترین نبود و به عالی ترین سطح کیفی برگزار شد. تشکر میکنم از همه دستاندرکار. دو جای سوم را در این وزن خورشید مجیدوف از تاجیکستان و محمد کریم خورموف از جمهوری ازبکستان به دست آوردند. کشتیگیری کراش bo'yicha birinchi marta Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. باری نخست چمپیونات آسیا اوید و کشتیگیری برگزار شد. شکرانه میکنم که سزاوار جای اول شدم. من دوامی چند سال اخیر پیوسته در مسابقه‌های کشتیگیری اشتراک میکنم و چند مرتبه غالب و جایزه‌دار این مسابقه ها شدم. امروز در چمپیونات آسیای کشتیگیری جای یکم را گرفتم. مسابقه در سطح بلند صورت گرفت و با تشکیل کنندگان آن اظهار تشکر می‌نمایم. هر یک رقابت برای من خیلی سخت گذشت. یگان رقابت آسان نبود. در فینال بر پهلوان ایرانی رقابت کرده غالب آمدم. Oxir finalda eronlik kurashi bilan kurashib g'alaba qozonishiga erishdim. فوند عمومی جایزه ها 80,000 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. غالبان و جایزه‌داران مسابقه در برابر مدال ها با تحفه های مالی قدردانی گردیدند. غالبان جای اول 5,000 دلار، جای دوم 3,000 و جای سوم 1,500 دلار را به دست آوردند.
در هیئت دسته‌ای تیم گشتینگیری تاجیکستان با به دست آوردن 7 مدال از جمله 3 طلا، 2 نقره و 2 برنجی سزاوار مقام اول گردید. دسته جمهوری ازبکستان صاحب جای دوم و منتخب ایران سزاوار جای سوم شد. همین طریق برای جای یکم $1500، جای دوم 1000 و جای سوم $500 تقدیم کرده شد. با همین نخستین چمپیونات آسیا اوید به گشتینگیری بخشیده به جشن وحدت ملی به پایان رسید.